حضرت جان حب الوطن من الایمان یکم حدیث هست میده. بله یه حدیث است، حدیثی موضوع هست، حدیثی بافته شده. اگر رفت و درست باشدم علما گفتن که معناش این است که وطن اصلی، یعنی دوست داشتنی وطن از ایمان است، یعنی وطن اصلی. از شما اگر در یک کشور زندگی دارید، مهاجر هستید، برای خواه مهاجر دینی دنیوی در دیگر کشور زندگی کنید که وطن اصلیتون اینجا نیست و دوست داشتنی وطن از ایمان است، مراد وطن اصلی گفتن. وطن اصلی ما جنت است. پدری ما حضرت آدم علیه السلام به جنت آفریده شدند، همین گونه همسرشان هم. سپس وقتی که گناه کردند از دیار خود، از وطن خود برآورده شدند و وقتی که توبه کردند و عملهای صالح کردند، باز الله تعالی وعده کرد که به وطن اصلی برمیگرداند. بنابراین دوست داشتنی وطن از ایمان است، مراد جنت است. اگر در صورت حدیث، یعنی که معناشو درست گفتن، لیکن حدیث بافته شده هست، ساخته هست، حدیثی پیامبر صلی الله علیه و سلم نگفتن. لیکن به دیگر معناها هست که مثلا پیامبر صلی الله علیه و سلم در حق وطنشان دعا کردند، دوست می داشتند مدینه را، مکه را. واقعا اون شهرها با غیر از اینکه وطنی پیامبر صلی الله علیه و سلم بود، مکانهای مقدس بود. بعضی ها همین دوستداری پیامبر صلی الله علیه و سلم به وطنشان را دلیل میکنن که انسان باید وطن خود را دوست دارد، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم وطنشان را دوست داشتند. وقتی که از مکه برآمدن گفتن که قسم به نام الله ای مکه، تو بهترین شهرها هستی. اگر من از اینجا برآورده نمی شدم، غیری تو در دیگر جا زندگی نمی کردم. و وقتی که به مدینه آمدن در حق مدینه دعا کردند و مدینه را دوست داشتند و وقتی که از مدینه به بیرون سفر کنن و به بازگشت به مدینه کنن، دیوارهای مدینه را که میدیدن شطور خود را میتازانیدن، شوقا للمدینه، از جهت دوست داشتنشان به مدینه. گفتن این حدیث ها دلالت میکند که پیامبر صلی الله علیه و سلم وطن خود را دوست داشتند.